أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان و بینندگان گرامی، باز هم در خدمت شما قرار گرفتم به خاطر فضیلت 15 شعبان، به خاطر احیا و شب بیداری کردن و شب زنده داری کردن در شب 15 شعبان که مشهور است به نام شب براءت، چیزی داشتگی های شرعی بوده باشه به خدمتتان قرار گرفتم. ارائه میکنم که این شب با فضیلت و با برکت چانسی هست برای بندگان الله جل جلاله و برای امت نبی کریم علیه السلام. این شب از پیش ما و شما عزیزا و مخلصا و مؤمنین و مسلمان ها رایگان تیر نشود. الله جل جلاله می فرماید: انا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما قرآن را نازل کردیم در شب ما با برکت و شب با خیر. ایده از علما می فرماید که مراد از لیلة مبارکه شب 15 شعبان هستم. یعنی قرآن کریم در شب قدر نازل شده و امون تقدیرات، امون اجلها، امون ارزاقها میگه در شب شعبان هم توزیع میشه، تقسیم میشه در شب براءت. عزیزان گرامی، روزه گرفتن روز 15 ماه شعبان را که شاید فردا بوده باشد، باز هم عزیزای گرامی تاریخ را ببینین، شاید که فرداش 15 شعبان باشد، امشبی که پیش رو می آید سحری بکنین و فردا را انشاءالله روزه بگیرین. اگه 15 شعبان باشه، هر روز که خلاصه 15 شعبان بود روزه بگیرین. مستحب و محبوب هست، اولا و بهتر هست. در شب 15 شعبان بهترتش امین هست که رسول علیه السلام می فرماید در ابتدای غروب شب 15 شعبان که شروع شد، در ابتدای غروب آفتاب شب شعبان رحمت الله، بخشش الله، برکت الله نازل میشه. سه چیز را اونجا الله جل جلاله در این حدیث آمده به ما شما عطا میکنه. یکیش هر کسی که از الله بخشش بخواهد، از الله عفو بخواهد، از الله بخواهد که گناهان 11 ماهه گذشته که انجام شده باشد الله عفو میکنه. در این شب یک صدای بلاکیف الله میست، یک جمله ریزش رحمت الله میست که هر استغفار کننده، هر بخشش خواهنده از الله اگر بخشش بخواهد الله میبخشه. دوم، اگر کسی خواسته باشه طلب رزق بکنه، مسترزق یعنی طلب رزق، بگه پروردگار اقتصاد مرا خوب بگردان، در کسب و کار و تجارت برکت بده. دوم چیزی که الله جل جلاله عطا میکنه رزق فراوان است، رزق زیاد است، سرمایه زیاد. سوم چیزی که پروردگار عطا میکنه در شب میته، هر مصیبت و هر درد و هر رنجی که در زندگیتان، مرض روحی جسمی که دارین یا مریض دار هستین، فامیلتان مریض است، اولادانتان مریض است، پدرجان و مادرجان مریض است، الله جل جلاله در شب 15 شعبان این شب انشاءالله اجابت دعا میکنه. الله اجابت دعا را میپذیره و استجابت دعا هست از طرف الله به سوی بندگان، عافیت میته، صحت میته و سلامتی نصیب میگردانه. این حدیث در ابن ماجه هست. ایده از علما میگه که حادث ضعیف است، اما در بخش فضیلت و اتفاق از تابعین و علما به این است که در بخش فضیلت جایز است که انسان و مسلمانان به حدیث ضعیف هم عمل بکنه. بناهن یک. دوم، حضرت تابعی جلیل القدر عطا ابن یسار رحمت الله علیه می فرماید: ما من لیلة بعد القدر افضل من لیلة نصف شعبان. هیچ شب بهتر، فضیلت دارتر، ارزشمندتر، خوبتر به نزد الله بعد از شب قدر نیست مگر چس لیلة نصف من شعبان، مگر شب 15 ماه شعبان بعد از قدر چی است؟ در درجه دوم قرار داره به اعتبار فضیلت. عطا ابن یسار میگه: ما من لیلة بعد القدر افضل من لیلة نصف من شعبان. هیچ شب بعد از شب قدر پر فضیلت دارتر، با ارزشتر، با عظمت و بزرگ شب بعد از قدر هیچ شب نیست مگر شب شعبان است.
اینو شب کدامش؟ 15 شعبان، نصف شعبان. بسیار با فضیلت شب است. در کتاب لطائف المعارف ابن رجب حنبلی صفحه 151 این سخن حضرت عطا ابن یسار نقل کرده. و عزیزای گرامی، امشب یک دعای خاصم داره. شاید درباره فضیلتش از علما شنیده باشه عزیزای ما، دریافت کرده باشد فضیلتش، ولیکن دعای خاصش هم ما پیدا کردم. ایرم بیهقی نقل کرده. راوی این حدیث و این دعام حضرت عایشه رضی الله عنها مادر ما و شما هسته. عن عایشه رضی الله عنها، از حضرت عایشه صاحب روایت است که رسول علیه السلام فرمودند در شب 15 شعبان هر برادر و مسلمانی که تهجد بخوانه، تلاوت بکنه، ذکر بکنه، گران بکنه، دعا بکنه، هر چی بکنه، الله انشاءالله اجابت میکنه. چرا؟ رحمت الله در شب بعد از غروب تا صبح صادق انشاءالله به آسمان دنیا پخش و نشر میشه. این دعای شمی است. رسول علیه السلام فرموده که شب 15 شعبان این رقم یک دعا داره: اللهم اینی اعوذ بعفوک من عتابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این دعا را شب 15 شعبان بخوانین، الله متعال ان شاء الله چه میکنه؟ اجابت میکنه. اللهم اینی اعوذ بعفوک من عتابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک جل وجهک لا احصی یا لا احصى ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این دعای شب 15 شعبان است. این را باید خوانده شود. ان شاء الله پروردگار دعاها را قبول خواهد کرد. الله بنده نواز ذات است. ممنونتان.